ما درصدی نمیگرفتیم از خرید اسلحه؟ ما توی وزارت سپاه تو بانک صادرات فرانکفورت یه حساب باز کرده بودیم، اسمشو گذاشته بودیم KM گذاشتیم GM چون موضوع گوشه میز. بچه‌هایی که میرفتن خرید میکردن، یعنی از اینجا شروع شد. یکی فرستادیم رفت اسپانیا، اونجا مهمات خرید، بعد رفت موقع بارگیری کرد. وقتی که اومد گفت که من چونه‌هامو زدم، سختگیری‌هامو کردم. بارگیری که تموم شد یه پاکت به من دادن، این $10,000 توش. فکر کردم پس بدم، دیدم فایده چیه، میرم میدم به تو. گفتم خب این نونه واسه دونه که واسه بعدشون ریختن. برای همینم تو اون حساب باز کرده بودیم، میریختن تو هر کی بودن میره این پول رو حواله کنه به اون حساب. اون حساب هم به نام وزارت سپاه بود، اصلا به نام وزارت سپاه بود که 2 نفر حق امضا داشتن که حالا نمیشه دیگه این بگم چی کار میکردیم باهاش. بعد که قطع کردیم میگم آره خیلی خرجایی که نمیشد از پولای معمولی. پخشش نکنی، حالا بگید داشته باشه. میتونی پخشش نکنی؟ قول میدی؟ بله قول میدم پخش. قول شرف بده. والله قول میدم که پخشش نکنی. اویسی رو با اون ترور کردی. نگی برده. ولی همین پخش نکنیم. یعنی همه کارهایی که در خارج مملکت باید بشه و پول معمولی نمیشد بده، از اون حساب خرج میکردیم. البته موقعی که من وزارت تحویل دادم تو اون حساب مبلغی بود که وزیر بعدی تحویل شد.